الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 63 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما حالت مشرکین قوم‌های گذشته را بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی به بین مردم مبعوث شدند، یعنی فرستاده شدند تا که مردم را به عبادت الله سبحانه و تعالی دعوت نمایند. وظیفه رسول الله چی بود؟ دعوت کردن به سوی الله. آیا این وظیفه تنها رسول الله بود؟ نه، وظیفه تمام دیگر رسولانی که پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بودند همین بود. از نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم که اینا اولو العزم هستند و دیگر تمام پیامبرانی که آمده اند، همه قومشون را به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی که تنها است و شریک ندارد دعوت میکردند. نوح علیه السلام به قومشان گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من، یگانه الله را عبادت بکنید، هیچ اله بجز الله وجود ندارد. ایوب به قومشان گفتند ای قوم من، یگانه الله را عبادت بکنید، هیچ اله بر حق بجز الله وجود ندارد. نوح، ایوب، عیسی و پیش از عیسی ابراهیم و موسی و دیگر پیامبران و در آخر محمد صلی الله علیه و سلم، همه اشون دعوت کردند به سوی یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در یک آیت همه دعوت اونها را جمع میکند و میگوید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق به همه قوم ها ما پیامبرانی را فرستادیم که همه اشون دعوت میکردند که یگانه الله را عبادت نمایید و از طاغوت اجتناب نمایید، یعنی طاغوت را ترک بکنید، به طاغوت کفر ورزید. بله، هر کسی که الله را عبادت میکند، الله را یکتا و تنها میشناسد، شرک را انجام نمیدهد، شرک را ترک کرده است اما به طاغوت کفر نمیورزد، سبحان الله، این حالا موحد نیست. یعنی فقط به عبادت کردن و تنها الله را عبادت کردن کار تمام نمی شود، بلکه لا اله الا الله را باید گفت، معنیش را فهمید، عمل کرد، اقرار کرد، تصدیق کرد، یگانه الله را عبادت کرد و بعد از این شرک را ترک کرد و بعد از این اهل شرک را ترک کرد. کفر به طاغوت همین است، ترک کردن تمامی الهان بجز الله سبحانه و تعالی، ترک غیر الله، ترک مشرکین، ترک طغات، کفر ورزیدن بر آنها. پس بارک الله فیکم، این دعوت رسولان همه اش به سوی توحید عبادت بود، به سوی توحید الوهیت بود، زیرا همه مردم
اعتقاد به توحید ربوبیت داشتند. هر یک پیامبری که می آمدند و قومشون را دعوت می کردند، دعوتشون به سوی توحید الوهیت بود. توحید الوهیت یعنی توحید عبادت. زیرا همه پیروان پیامبران توحید ربوبیت را اقرار می کردند، توحید ربوبیت را قبول داشتند، اما در توحید الوهیت، در توحید عبادت اونها مشرک بودند. البته بعضی از قوم ها بمانندی قوم حضرت ابراهیم علیه السلام که در رأس این قوم نمرود می ایستاد. نمرود دعوا کرد که خودش اله است. یا که در قوم حضرت موسی علیه السلام وقتی که موسی علیه السلام دعوت می کردند، در مصر فرعون بود که دعوای اله می کرد، اما این تنها بود، این خودش بود. اما دیگه همه مردم عادی از قوم بنی اسرائیل البته ایمان آوردگان بودند. قوم حضرت موسی یهودی ها ایمان آورده ها بودند، اما باز مشکلی در الوهیت داشتند. پس مشکلی همه امت ها در الوهیت بود و همه پیامبران برای دعوت نمودن به سوی الوهیت آمدند. زیرا همه قوم ها ربوبیت را، توحید ربوبیت را قبول داشتند. البته معنای سخن ما این نیست که مشرک ها 100% چخیلی که امت اسلام به توحید ربوبیت ایمان آورده است همچنین ایمان آورده بودند. نه، آنها بالجمله، یعنی عموما چیزهایی که آشکار و واضح از توحید ربوبیت است ایمان آورده بودند، اما البته کمبودی ها در توحید ربوبیت داشت. مشرک ها بعضیش در توحید ربوبیت هم مشرک بود. چخیلی که وقتی که ما حالت مشرک ها رو می آموزیم می بینیم که یک عده از مشرک ها اعتقاد داشت که همین معبودانشون، همین الههای باطلشون تأثیر می رساند، تأثیری نفع و در فایده رساندن و ضرر رساندن رو هم به همین بت ها نسبت می دادن مشرک ها. این دلالت می کند که در ربوبیت هم مشرک بودند قسمی از مشرک ها. چخیلی که در سوره هود آیه 54 آمده است که الله سبحانه و تعالی از قوم هود علیه السلام به ما خبر میدهد. عاد، قوم عاد که پیامبرشان هود بودند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقتی که حضرت هود قومشون را به یکتاپرستی دعوت کردند، گفتند که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یگانه الله را عبادت بکنید، بجز الله دیگر اله ندارید. قومشون به حضرت هود گفتند این نقول الا اعتراک، ما به تو همین سخن را میگوییم که بعضی از همین الهایی که ما میپرستیم، یعنی این بت‌هایی که ما میپرستیم، به تو ضرر میرساند. یعنی مشرکان اعتقاد داشت که بعضی از این هیکل ها، بعضی از این بت ها، بعضی از این صنم ها ضرر رسانیده میتواند. البته این شرک در ربوبیت است. پس قسمی از مشرکان از سبب غلو کردن به بت، از سبب غلو کردن به صنم پرستی همچنین اعتقاد هم میکردند که انمین هیکل، انمین صنم، انمین بت ضرر یا فایده رسانیده میتواند. اما بسیاری از مشرکان، هم مشرکانی که در زمان حضرت نوح بودند، هم مشرکانی که در زمان حضرت ابراهیم بودند، یا که مشرکایی که در زمان حضرت بگویم در قوم حضرت موسی، یا که مشرکانی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بودند، مشرکای قریش که پیامبر
اونها رو دعوت به سوی توحید الوهیت میکردند، همه اشان اعتقاد داشتند که بگیم یا اکثرش بسیارش اعتقاد داشت که این بت‌هایی که ما میپرستیم، این صنم‌ها، این یک سببی مائل شدن، سبب نائل شدن به نیکی و دور شدن از ضرر است. یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکا ابو جهل و ابو لهب و ابو طالب و عتبه و شیبه و دیگر تمام مشرکایی که در مکه و در همون جزیره بود، وقتی که هیکل پرستی میکرد، یعنی صنم میپرستید، بجز الله بغیر الله را عبادت میکرد، وقتی که رسول الله میگفتند که عبادت نکنید، الله را عبادت کنید، اونها میگفتند که ما اینها را عبادت نمیکنیم، ما الله را عبادت میکنیم، بلکه ما مقصد اگر عبادت کنیم، مقصد از عبادت هم این است که به ما اینها سبب شود که به ما فایده آید، یعنی اینها سبب فایده رسیدن است. اینها خودش، این هیکل ها به ما خودش فایده رسانیده نمیتواند یا خودش ضرر رسانیده نمیتواند، بلکه به سبب همین هیکل ها به ما فایده می آید یا که از ما بلا رفع می شود. مشرکای قریش اعتقاد داشت که فایده رساننده این الله است، ضرر رساننده این الله است، اما این هیکل ها سبب فایده و ضرر است. سبحان الله. مثل امروزه مشرکا، وقتی که یک مشرکی غلات قبوری را، رافضه است، صوفی است یا غیرش است، میرید میبینید که قبر میپرستد، میگید که قبر رو نپرست، میگید که این قبر سبب است، ما قبر رو سبب میگیریم، واسطه، وسیله است. به سبب قبر الله به ما رحمت میکند، به سبب قبر الله ما رو میبخشد، یعنی به سبب قبر الله به ما منفعت میدهد و از بلا ما رو نجات میدهد، قبر رو سبب میگیرد. این چنین مشرکای زمان پیامبر صلی الله علیه و و بسیار دیگر مشرکایی که در دیگر زمان پیامبران قبر رو انمین چنین، یا که بگیم اونها عادتا نه قبر رو بلکه هیکل ها رو یا صورت ها رو، صنم ها رو، سبحان الله، سببی نفع یا سببی دفع المضره می گرفتند. پس مشرکان در زمان پیامبران اعتقاد میکردند که این صنم ها و این بت هایی که عبادت میکنند سببی نائل شدن به فایده و دفع کردن ضرر است. چگونه؟ با طلب کردن شفاعت، با طلب کردن شفاعت. سبحان الله. از کی؟ از همون هیکل می رفتند، از هیکل طلب می کردند که یعنی ای صنم، ای یک مقدسات یا اله، می گفتند با الله از نام ما طلب شفاعت، یعنی از الله به ما طلب شفاعت کن، از الله به ما طلب شفاعت کن، یعنی در نزد الله ما را شفاعت کن. آیا الله اجازه داده بود به این عمل؟ البته الله اجازه داده نبود. یعنی هیچ کس حق ندارد که به نزد یک هیکل رود، به نزد یک قبر رود، به نزد قبر پیامبر، صحابه، اولیاء رود و بگوید که ای اولیا، ای پیامبر، در نزد الله به من شفاعت کن، یعنی در نزد الله مرا تزکیه کن، مرا پاک نشان ده، مرا شفاعت کن، مرا نجات ده. امروز مشرکان همچنین دعا میکنند، رافضه ها و این چنین صوفی ها در نزد قبر میرود شفاعت میطلبد، یعنی میگه که ای اولیاء یا ای امام ها، ای پیامبر، در نزد الله مرا شفاعت کن. این چنین مشرکایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، پیامبر مشرکا رو میگفتند که مسلمان شوید و اینها چیکار میکردند؟ میگفتند که این هیکل ها رو ما عبادت نمیکنیم، بلکه ما از اینها طلب شفاعت میکنیم. چگونه؟ در نزد الله ما را شفاعت کن میگفتند. این دلالت میکند که مشرکای امروزه و مشرکایی که در زمان پیامبر بودند همه مشرکای جاهلیت، مشرکای قریش، همه یک نمود هستند. خیلی که علما میگند یعنی مشرکای قریش از همین بت‌هایشان، از همین صنم‌ها
طلب شفاعت از نزد الله میکردند در حالتی که الله اجازه داده نبود. پس همین شرک است. یا طلب طلب فایده از هیکل ها میکردند در حالتی که الله به این بت یا هیکل این خصوصیت را نداده بود. زیرا که صاحب شفاعت الله است. ولله شفاعت جمیعا، تمام شفاعت در نزد الله است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کسی در نزد الله به اجازه الله کسی را شفاعت کرده نمیتواند. یگان پیامبر، یگان اولیای، هیچ کسی را در نزد الله شفاعت کرده نمیتواند. از همین جهت در نزد قبر، در نزد هیکل، در نزد چیزی نباشد رفته انسان طلب شفاعت میکند و میگوید که در نزد الله مرا شفاعت کن، میگوید مشرک اکبر است. مشرک است، جهلش عذر نیست. صاحب نفع و صاحب ضرر این الله است. هر کسی که میگوید که غیر از الله یک قبر، یک سنگ، یک بت ضرر رسانیده میتواند، فایده رسانیده میتواند، والعیاذ بالله این مشرک است، مشرک اکبر است. سبحان الله. حقیقتا این همه در دست الله است. شفاعت در دست الله است. لا یشفعون لمن ارتضى، لا یشفعون الا لمن ارتضى. هیچ کسی شفاعت کرده نمیتواند مگرم با اجازه الله. اول الله به شفاعت کننده اجازه میدهد، میگوید که من به تو اجازه دادم که شفاعت کنی، و بعد از این اجازت به شفاعت شونده میدهد که فلان 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 انسان را شفاعت کن. هیچ کس از پیش خودش شفاعت کرده هم نمیتواند و هیچ کس از پیش خودش کسی را خواهد شفاعت نمیکند. هم شفاعت کننده هم شفاعت شونده را الله اجازت میدهد. از همین جهت مشرکانی زمانی جاهلیت را، زمان قریش را، پیش از اسلام را وقتی که میبینیم، شرکشون در همین باب بود، در بابش طلب شفاعت. توحید ربوبیت را اقرار میکردند. اقرار میکردند که الله ضرر رساننده الله است، فایده دهنده الله است، زنده کننده الله است، میراننده الله است. باران باراننده الله است. اما می گفتند که این هیکل ها بین ما و بین الله واسطه است، وسیله است. اینها، این هیکل ها، آدم های صالح ما را در نزد الله شفاعت میکنند، ما را در نزد الله نجات میدهند. انا همین بود شرک ابو جهل، انا همین بود شرک ابو طالب، انا همین بود شرک ابو لهب. ابو لهب و ابو جهل و دیگه مشرکایی که پیامبر با اونها جنگ کردن، اونها رو کشتن، همین بود. امروز مشرکا چی؟ وایها هم در دین بود. مشرکا ابو جهل و اینا میگفتند که ما در دین حضرت ابراهیم هستیم، میگویم که الله خالق است، الله رازق است، الله باران ریزاننده است، الله رزق دهنده است، الله میراننده زنده کننده است. اما ما بین الله و بین خودمان واسطه میگیریم. انا این هیکل ها رو امروزه رافضه ها، امروزه مشرکایی که در این امت اسلام هست خودش را به امت اسلام نسبت میدهد، صوفی های قبوری و غیره، این قبر پرستان، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم عیناً سخنی همون مشرکان را میگویند. میگویند که ما در دین محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. خیلی که مشرکان میگفتند که ما در دین ابراهیم هستیم. ما اعتقاد داریم که الله خالق است و رازق است، الله میمراند، زنده میکند. این چنین قریش میگفت الله خالق است و رازق است، زنده میکند، میمراند. اما بین ما و الله میگد این غلات قبوری ها، انا این قبرهای اولیاء واسطه است. قریش هم میگفت که بین ما و الله این هیکل ها واسطه است. فرق قریش، فرق این مشرکایی که پیش گذشته بود و فرق این مشرکایی که امروز در امت اسلام هست و خودش رو به امت اسلام نسبت میدهد همین است که نوعی چیزی که میپرستد. این مشرکای حاضره قبر رو بین خود و بین الله واسطه میگیرد، مرده رو. مشرکای گذشته رسم رو، قوم حضرت نوح رسم رو عبادت میکرد و قوم
حضرتی بگویم او در آخر پیامبر وقتی که دعوت میکردن این قریشی ها هیکل رو عبادت میکرد. امروز مشرکا قبر رو عبادت میکرد. یعنی اولین قبر پرستی از اولی این عالم، از اولی سرشوی این دنیا تا آخرش در امت اسلام به وجود آمده است. دیگر امت ها رسم را عبادت میکردند، هیکل را عبادت میکردند، بت میتراشتند، عبادت میکردند، اما یگان نفر از ویها در نزد قبر رفته قبر را عبادت نکردند. این معروف و مشهور است، خیلی که علما میگند. اما در امت ما یک بدعت جدید قبر پرستی به وجود آمد. قبر را عبادت میکنند، میروند قبر را راست عبادت میکنند. سبحان الله. پس ببینید که امروز مشرکین عیناً مثل همون مشرکای زمان قدیم بود. عیناً همون مثل مشرکای قریشی، مثل مشرکایی که حضرت نوح قومشون است، مثل همون مشرکا است. قوم نوح علیه السلام وقتی که مشرک شد ویها هم میگفت که لا اله الا الله، برای که لا اله الا الله این دین تمام پیامبران است. قوم نوح علیه السلام، قوم ابراهیم و دیگرها همه لا اله الا الله میگفتند، اما بین خود و بین الله رسم را، هیکل را واسطه میگرفتند و این رسم و این هیکل را چی میگفتند؟ شفاعت کننده ما میگفتند. هیکل و رسم از کجا به وجود آمده بود؟ هیکل و رسم چگونه هیکل و رسم است؟ هیکل و رسم یا بگیم یک رسم در قوم نوح علیه السلام این رسم های آدم های صالح بود. یعنی در اونها، در بینشان آدم های صالح، آدم های موحد، بهترین انسان ها بود. وقتی که این انسان ها وفات میکند فرزندان این انسان رسمشان را میکشد. به وسوسه شیطان تا که میگن تو فراموش نکنیم. یک طبقه، دو طبقه وفات میکنند، فرزندها، نبیره ها وفات میکنند و بعد از این شیطان می آید بعد از یک چند سال میگوید که این رسم های کشیده شده را عبادت کنید. آیسته آیسته رسمی کشیده شده را عبادت میکردند. چگونه؟ بین خود و بین الله واسطه میگرفتند. میگفتند که ای بابا یا که ای انسان صالح، ما را در نزد الله شفاعت کن، ما به تو قربانی میکنیم، ما به تو نظر میکنیم، ما را نجات و غیره و غیره. این چنین قریشی ها، این چنین این مشرکای در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، مشرکایی که در مکه بود، اینها نیز لات، منات، عزا را عبادت میکرد که اینها همش، این لات، منات، عزا آدم های صالح بود. وقتی که این آدم ها وفات میکند، وقتی که این انسان ها وفات میکند، به شکل همونها مانند کرده اینها هیکل میتراشند و به نزد همون هیکل رفتن نظر میکنند، قربانی میکنند، سجده میکنند، رکوع میکنند و میگن که ما رو در نزد الله شفاعت کن. یعنی الله بگو که اینها آدمای نغز است، ما را نجات در نزد الله میگفتند. این هیکل های الله نمیگفتند، اله نمیگفتند، بلکه شفاعت کننده میگفتند. امروز مشرکا را ببینید، صوفی ها، قبوری ها، رافضه ها، کسایی که بین خود و بین الله قبر را وسیله میگیرند، استغاثه میکنند، ببینید میگن که ما الله را میپرستیم و این قبرهای آدمای صالح هست، اولیاء هست. اینها را ما چی میکنیم؟ بین خود و بین الله واسطه میگیریم، وسیله میگیریم. یعنی اینها ما را در نزد الله شفاعت میکنند. عیناً مشرکی امروزه مثل مشرکی زمان قدیم است. ما باید شناسیم. وقتی که شناختیم باید از همین قوم دور شویم. خیلی که در حلقه گذشته بیان کردیم، سخن حضرت عمر ابن الخطاب را انکنون میفهمید که گفتند من لا يعرف الجاهلیت لا يعرف الاسلام. هر کسی که جاهلیت را نفهمد اسلام را نمیفهمد. جاهلیت چیست؟ جاهلیت زمانی پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، زمانی که قریشی ها زندگی میکرد و بت پرستا زندگی میکرد، همون زمان جاهلیت است. اگر همون زمان را شما فهمیدید که مشرکی اونها در کجا بود، شرک اونها در کدام نمود توحید بود، وقتی که اونها را فهمیدید، وقتی که شما فهمیدید که همون جاهلان را پیامبران دعوت به سوی توحید الوهیت کردند، بعد میفهمید که اساس
اساس مشکلی در کجا است؟ پس بارک الله فیکم. حالا به شما معلوم شد که اون جاهلیت، قوم جاهلیت به توحید ربوبیت ایمان داشتند، توحید ربوبیت را قبول میکردند، گرچنده که کمبودی داشتند، اما مشکلشون در توحید الوهیت و عبادت بود. آنها بین خود و بین الله واسطه می گرفتند. هیکل های آدم های صالح را یا رسم های آدم های صالح را و می گفتند که ای هیکل ها، ای آدم های صالح، ما را شفاعت در نزد الله کنید. انمین بود که پیامبر آمدند، اونها را دعوت به سوی توحید کردند، گفتند که بین خود و بین الله هیکل ها را، قبر ها را، رسم ها را واسطه نگیرید، از اینها طلب شفاعت نکنید، به اینها رکوع و سجود نکنید، به اینها ذبح نکنید، قربانی نکنید، یگانه به الله قربانی کنید، یگانه به الله توکل کنید، یگانه به الله نظر کنید، یگانه از خود الله طلب شفاعت کنید. شفاعت همش از آن الله است. این شرک است. وقتی که سخن پیامبر را گوش کردند، البته قسم الحمدلله نجات یافتند، الله از اونها راضی شد، اما وقتی که قسم ایمان نآوردند، پیامبر به اونها جنگیدند، پیامبر اونها را کشتند. بعد از مردنشون پیامبر اونها را گفتند که جهنمی است، ابدالابد در جهنم است، به سبب این واسطه گرفتنش. امروز ما نظر میکنیم به این مشرکایی که خود را به امت اسلام نسبت میدهند و خود را میگویند که ما در دین محمد صلی الله علیه و سلم در دین اسلام هستیم. میبینیم که عیناً مثل همون جاهلیت، مثل همون قریشه های مشرک چیکار میکند؟ فقط توحید ربوبیت را قبول میکند، اما توحید الوهیت را مشرک شده است. قبر را بین خود و بین الله واسطه میگیرد. حتی امروزه مشرکا از مشرکای زمان گذشته دیده بدتر است و سختتر است، زیرا مشرکای قریش، مشرکای زمان گذشته، یگان نفرش کمی از اونها اعتقاد میکرد که این هیکل ضرر و منفعت میرساند، اما امروزه مشرکا اعتقاد میکند که این قبرها ضرر میرساند و والعیاذ بالله منفعت میرساند. امروزه صوفی هایی که قبر پرست است، امروزه رافضی هایی که قبر پرست است، شرکش از شرک قوم قریش، از شرک قریش ها دیده سختتر است و باز اشد است و وزنینتر است، زیرا که مشرکان قریش به همون هیکل هایش اعتقاد ربوبیت نمیکرد، یعنی اعتقاد نمیکرد که این هیکل 100% فایده میدهد یا ضرر میرساند. اما امروزه رافضه ها، امروزه صوفی های قبوری، امروزه مشرک ها اعتقاد میکند که این هیکل، این بگویم قبرها ضرر میرساند و فایده میدهد. چگونه که والعیاذ بالله رافضه ها به امام هایش اعتقاد میکند و چگونه که صوفی های قبوری به والعیاذ بالله امام هایش اعتقاد میکند. از همین جهت علما گفتند مشرک زماننا اشد شرکا من الاولین، مشرک زمان ما شرکش سختتر از شرک زمان اول است. سبحان الله. در بین اینها اینچنین قرآن وجود دارد، علما وجود دارد، دعوت وجود دارد، لیکن با وجود همین میبینیم که این مشرکان میگن که این قبرها قبرهای اولیاء است، این قبرها به ما شفاعت کننده است. حتی بعضی از مشرکا اینچنین امروزه مشرکا دلیل دارد و میگوید که الله به مانند پادشاه است، به نزد پادشاه که ما راست در آمده نمیتوانیم، حتما باید به واسطه یگان وزیر، یگان کارگر درآییم، اینچنین به نزد الله ما به واسطه این قبرها رفته نمیتوانیم، همین قبرها ما را در نزد الله شفاعت میکند. این سخن صوفی های امروزه، قبوری های امروزه، رافضه های امروزه است. این سخن مشرکای انمین امت اسلام است که خود را به امت اسلام نسبت میدهد. الله را به مخلوق، خالق را به مخلوق تشبیه میدهد. این یک شرک است. بعد از این اولیاء را بین خود و بین الله شفاعت کننده میگوید. پس برادران و خواهران عزیز، مقصد من این است که شما خوب درک کنید، خوب بدانید و بفهمید که شرک زمان قدیم، اون مشرکایی که پیامبر دعوتشون میکردند، اونها را کشتند، اونها را جهنمی گفتند، و امروزه مشرکا هر دویش یک خیل است، یک نمود است. اونها
بین خود و بین الله هیکل را واسطه میگرفتند، اینها بین خود و بین الله قبر را واسطه میگیرند. اونها هم به توحید ربوبیت اعتقاد داشتند، امروزه مشرکان به توحید ربوبیت اعتقاد دارند. حتی رافضه ها، بگویم صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، اینها کسانی که قبر پرستی را جایز میدانند، استغاثه کردن با مرده ها را جایز میدانند، وسیله گرفتن مرده ها را جایز میدانند، اینها توحید الوهیت را اصلا قبول ندارند، فقط توحید ربوبیت میگویند. توحید عبادت را قبول ندارند، یعنی در عبادت کردن فقط الله را عبادت کن گفتن هیچ سخن نیست در نزد اینها. اینها میگند اگر دانی که الله خالق است و رازق است، عالم است، به همون تمام است. یعنی عیناً سخنی همون ابو جهل و ابو لهب. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی از حالت این مشرکین به من و شما خبر داده است که اینها مشرکایی که در زمان پیامبر بودند و دیگر مشرکا از اول این دنیا تا این آخر دنیا، همه مشرکا توحید ربوبیت را اقرار میکردند. الله سبحانه و تعالی منهج مشرک ها را، اقرار نمودن مشرک ها را از توحید ربوبیت به ما حکایت میکند. حکایت میکند که مشرک ها میگفتند که الله خالق ما است، رازق ما است، الله عزیز است، الله حکیم است. این همه سخنهای مشرک ها بود. لیکن پیامبر اونها را نگفتن که شما مؤمن هستید، گفتن شما مشرک هستید، شما نمیخل بمیرید جهنمی هستید. چرا که اونها در توحید الوهیت بین خود و بین الله واسطه گرفته مشرک بودند. در سوره مؤمنون آیت 84 و 89 تا 89 آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. سبحان الله. الله میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو این زمین و هر آن چیزی که در بالای زمین است و همه اون چیزهایی که شما میدونید از آن کی است؟ این زمین و هر آن چیزی که در بالای زمین است، از کوه ها، از درخت ها، از حیوان ها، از انسان ها، این صاحبش کی است؟ این چیزها از آن کی است؟ همه این مشرکان میگفتند که سیقولون لله، از آن الله است. الله میگه که پس بگو که آیا شما نمیفهمید؟ الله باز میگه که ای محمد بگو به این مشرکین که رب آسمان های هفتگانه و رب عرش عظیم کیست؟ زود مشرکان میگفتند که الله است. سبحان الله. این چنین الله گفت بگو از اونها سوال کن که در دست کیست ملکوتی تمام چیزها که او حرکت میکناند و بجز او نگه دارنده و حرکت کننده نیست؟ همه مشرکان میگفتند که الله. الله میگفتند، اما مشرک شدند، اما مشرک بودند. یعنی اقرار کردن این چیز شما را مسلمان نمیکند. البته باید اقرار کنید، این رو اقرار نکنید هم مسلمان نمیشوید. لیکن فقط به توحید ربوبیت انسان مسلمان نمیشود. وقتی که توحید ربوبیت را اقرار کردی، باید توحید الوهیت را هم به جا بیاوری که این یگانه عبادت کردن الله است. به نزد قبر رفتن و به نزد والعیاذ بالله مقبره رفتن و بین خود و بین الله واسطه گرفتن را ترک بکنی، براءت بکنی، مشرکین را ترک بکنی. در سوره عنکبوت آیت 61 و 63 الله سبحانه و تعالی میگوید: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يؤفكون.
فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. زمانی که مشرکا را سوال کردی، زمانی که مشرکا را سوال میکنی که این آسمان ها را و این زمین را کی خلق کرد و این آفتاب و ماهتاب را در آسمان کی نگه می‌دارد، حتما میگویند که الله زمین و آسمان را خلق کرد و الله این آفتاب و ماهتاب را نگه می‌دارد. وقتی که از اونها سوال کردی که این سبحان الله بارانی که از آسمان میبارد به شما کی میباراند و این زمین مرده را کی زنده میکند، میگویند که الله. در سوره لقمان آیت 25 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل الحمد لله. اگر سوال کردی مشرکان را که ای مشرکا آسمان ها را و زمین را کی خلق کرده است، حتما میگویند که الله. پس بگو که الحمدلله. و این در سوره زمر آیت 38 آمده است ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن کاشفات ضره. اگر اونها را سوال کردی که کی این آسمان ها را و زمین را خلق کرده است، حتما میگن که الله. سبحان الله. این چنین آیات ها زیاد است. در سوره زخرف آیت 9، در سوره زخرف آیت 87، این همه آیات ها دلالت میکند به ایمان آنها به الله در توحید ربوبیت، در حالتی که انکار میکردند رسالت رسول الله را. بله این مشرکا پیامبر را انکار کردند، این مشرکا بین خود و بین الله هیکل ها را، بت ها را، رسم ها را واسطه می گرفتند. مشرک در توحید الوهیت بودند، اما در توحید ربوبیت مجملا نه 100% مجملا عموما ایمان داشتند. در سوره انعام آیت 91 الله اونها را خبر میتید که اونها به یعنی پیامبر بودن یگون بشر اقرار نمی کردند. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء و غیره. سبحان الله. پس این آیات ها دلالت میکند که مشرکا به شرک در توحید الوهیت واقع شده بودند، اما با وجود همه این چنین عبادت الله را اقرار میکردند. اقرار میکردند که باید الله عبادت کرده شود، اما باز از یک جانب عبادت را به غیر الله انجام میدادند. اونها نماز داشتند، اونها هم حج داشتند، به الله انجام میدادند، اما بین خود و بین الله با واسطه میگرفتند. سبحان الله. این آیات ها همه به شما بیان کرد که مشرک های امت های پیش گذشته همه می دانستند که الرب این الله است، الرب این خالق است، این الله است، یگانه است و می دانستند که باید همین الله عبادت کرده شود. اما در قسم از توحید عبادت، توحید الوهیت، نزاع کردند و بین خود و بین الله واسطه را قرار دادند. سبحان الله. پس اونها حتی مشرکایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند حتی تلبیه داشتند. تلبیهشون این بود که لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک
تملیکه و ما ملک، یعنی لبیک ای الله، تو یگان شریک نداری مگرم همون شریکی که خودت اقرار کردی. والعیاذ بالله. یعنی مشرکا اعتقاد میکردند که الله اجازه داده است که بعضی از اولیاها یا انسانهای صالح را انسان عبادت کند. سبحان الله. یعنی از اینجا فهمیده می شود که مشرکایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند چگونه مشرکا بود. خالق بودن الله، رازق بودن الله، زنده کننده بودن الله، میراننده بودن الله، باران ریزاننده بودن الله را اقرار میکردند و میگفتند که الله باید خودش عبادت کرده شود و بسیار عبادت ها را به الله انجام میدادند. بمانند حج میکردند. همون مشرکایی که پیش از پیامبر بودند حج میکردند، چرا که در دین ابراهیم علیه السلام بودند. در دین ابراهیم حج وجود داشت، حج را به الله میکردند. نماز وجود داشت، نماز رو به الله میکردن. البته طرز نمازخوانی اونها از اینیمو وقتش از اینیمو فرق داشت. به الله میخوندند، لبیک میخوندند، لبیک لا شریک لک، لبیک الله که تو شریک نداری میگفتند. و بعد از این میگفتند که الا شریکا هو لک تملیکه و ما ملک، مگرم همون شریکی که او از تو است. والعیاذ بالله. توحید الوهیت رو هم قبول داشتند، اما فقط از همون آدم‌های صالح بین خود و بین الله واسطه می‌گرفتند. چی میگفتند؟ به همون هیکل‌های زیرش میرفتند، ذبح میکردند، میگفتند که در نزد الله ما را شفاعت کن. انا همین بود که اونها مشرک بودند. از همین جهت اونها مشرک بودند. انا کنون میبینیم امروزه مشرکا رو. امروزه مشرکا هم حج میکنند، نماز میخونند، به ربوبیت ایمان دارند، اما فقط بین خود و بین الله واسطه میگیرند. میگن که ما رو در نزد الله شفاعت کن. پس امروزه مشرکا هم مثل گذشته مشرکا است و به حج و به نماز هیچ فریفته نباید شوند. بارک الله فیکم. با همین این القرار به پایان میرسانیم و باذن الله باقی مانده سخن را در حق مشرکین امت‌های گذشته ان شاء الله در حلقه گذشته بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.